و برای دوست داشتن الله تعالی و رسول الله صلی الله علیه وسلم چندین سبب ها هست. یکی از آن سبب ها دانستن کارهای الله تعالی که این توحید ربوبیت است. می شود انسان مخلوقات الله تعالی را تعلیم می گیرد. و فی انفسکم افلا تبصرون، یکی از مخلوقات الله تعالی این خود انسان است که الله تعالی میگه شما بر نفس خود یا مراتبه نگاه نمی کنید. چگونه الله سبحانه و تعالی هر یک اعضا را در جای مناسب آفریده است، به هر یک اعضا وظیفه های موافق و مناسب و عجایب برای آنها وظیفه دار کرده است که اگر انسان با چشم خیرت و با نظری دوراندیشانه به اعضاهای خود نظر کند هم ایمان او زیاد میشد. همین گونه به حتی حیوانها که الله تعالی در قرآن بعضی آنها را مثال آورده است، حتی بعضی سوره ها را الله تعالی به نام حیوان ها مانده است، مانند سوره بقره یا سوره انعام چارپاها، یا سوره تارتانک که به نام حشرات، یا سوره نمل مورچه، یا سوره نحل زنبور عسل. اینها یا مخلوقات های الله تعالی هستند که اگر به این مخلوقات ها با نظر عبرت اگر انسان نظر کند، به خالق آن که پروردگار عالم الله تعالی که آنها را آفریده است و به قدرت الله سبحانه و تعالی و به بزرگی الله تعالی ایمانی بنده زیاد می شود و در نتیجه الله تعالی را دوست می دارد. همین گونه به آن مخلوقات های بیجانش مانند آسمان ها و زمین ها، بنابراین بعضی علما گفتن تفکر ساعه خیر من عبادت لیله، یه ساعت تفکر کردن در خلق الله تعالی بهتر از عبادت یک شبانه روزی است. وقتی که به این چیزها انسان با نظری عبرت نظر میکنه، چه خیلی که میگویند برگ درختان سبز در نظری هوشیار، هر ورقش دفتر است معرفتی کردگار. به هر یک مخلوق وقتی که انسان نظر میکند، او به ذات مخلوق نظر نمی کند، به سازنده آن مخلوق نظر می کند. در نتیجه به قدرت الله سبحانه و تعالی ایمانش زیاد می شود و الله سبحانه و تعالی را دوست می دارد. و یکی از سبب هایی که بنده الله سبحانه و تعالی را دوست می دارد این معرفت نامهای زیبای الله تعالی و صفاتهای عالیش. وقتی که صفاتهای عالی پروردگار را بنده می آموزد، واقعا این علم در حق الله تعالی که علم توحید است سبب می شود که بنده الله تعالی را دوست می دارد. همین گونه سیره جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم، اخلاق پیغمبر صلی الله علیه و سلم، آداب جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم را وقتی که می آموزد، در نتیجه جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم را هم دوست می دارد. الله تعالی و رسولش وقتی که در نزد بنده از همه چیز محبوب تر و دوست داشته تر که شد، بنده طعم ایمان را می چشد.